اصلا من برای این کار ساخته شدم، میتونم از پسش بر بیام، میتونم یک روزمو در اختیار بذارم برای دوختن و آماده کردن سفارش‌های مشتری یا برای خودم حتی. اصلا من استعداد کافی برای انجام دادن این کار رو دارم. تمام اینا یه سری سوالاییه که من قراره امروز توی ویدیو بهتون کامل توضیح بدم و بهتون بگم که داستان از چه قراره. پس همراه من باشید. اولا، خیلی خیلی خوش اومدید به چنل من. این پارت دوم ویدیو قبلیه که یک معرفی و یه توضیح خیلی کوچیک برای اینکه مثلا چجوری میتونیم کسب درآمد داشته باشیم از این ستای لانژری و سوتین و چجوری میتونیم مثلا وارد این پروسه خیاطی لباسزیر بشیم هستش. خب قراره امروز براتون توضیح بدم که آیا دوختن این مدل لباسزیرا به استعداد یا پیش زمینه خیاطی نیاز داره یا نه؟ این سوال اولیه که ذهن شما رو درگیر میکنه که خب من اگه حالا جدا از این که مثلا یه سریا علاقه دارن به این کار و به این رشته و جدا از تمام این چیزا، براشون همیشه این سواله که اون بودجه کافی و اون بودجه مورد نیاز برای دوختن این مدل سوتینا و این مدل شورت ها اصلا دارن، میتونن از پسش بر بیان. حالا در کنار تمام اون پروسه هایی که مربوط میشه به علاقه و هنر و یه سری میل ها و خواسته های شخصی، باید بهتون بگم که برای دوختن لباسزیر اصلا به هیچ گونه وسیله خاصه مثلا خیاطی نیاز نیستش. با همون چرخ خیاطی که توی خونه‌های همه پیدا میشه که فقط نیاز یک دوخت زیگزاگ داشته باشه و یک دوخت ساده میتونید این لباسزیرا رو بدوزین که من در ادامه براتون توضیح میدم که به چه متریالایی نیاز دارید. و اینجا باکس هم براتون آوردم که یکی یکی بهتون نشون بدم که به چه چیزایی نیاز دارید برای اینکه بتونید یه دونه سوتیانی که میخواید رو بدوزید. اول از همه اجازه بدین که مدل هایی که خودم دوختم توی این مدت رو بهتون نشون بدم و بهتون بگم که اصلا نیاز خیلی خاصی نیستش برای اینکه بخواید خیلی مهارت خاصی داشته باشید. یکی این کار هستش که از تور درست شده و این یکی این اولین سوتین بوده که من دوختم و سر این تمام اشکالات و ایرادات من برطرف شده و اونای دیگه مدلای بعدی بودن. یعنی بعد مثلا به مراتب این دومی بوده که دوختم و سومی هم اون مشکیه بوده و بعد از اونم چند تا دیگه هم دوختم. خیلی خوب، حالا میخوام براتون توضیح بدم که اصلا چه کسایی میتونن وارد این حرفه بشن. به نظر من هر کسی که هر شخصی که یه علاقه خیلی کوچیکی و یک چی میگن لذت خیلی کوچیکی به دوختن و اینکه بخواد مثلا برای خودش یه چیزی رو طراحی کنه، بدوزه و اصلا توی پینترست اگه نگاه کنه و ببینه مثلا چیزایی که دوست داره و که توی اینجا نیستش و دوست داره که خودش برای خودش تولید کنه و یه سری علاقه‌های اینجوری مثلا از دیدن خیاطی کردن دیگران لذت میبره و دوست داره که خودش حتی شده یه دونه مثلا کیف یا یه توت بگ برای خودش بدوزه، به نظر من میتونه این حرفه رو شروع کنه. برای چی؟ برای اینکه خیلی راحته و
اصلا با یه سری تمرینا و یه سری پیش بردن یه سری کارا که مثلا در ادامه حالا چه من تو چنلم و چه با راهنمایی که بهتون میکنم انجام بدید، میتونید خیلی راحت این سوتینا رو بدوزید. سوال بعدی که برای همتون پیش میاد اینه که از کجا من شروع کنم، یعنی اینکه نیاز به یه زمینه خیاطی دارم یا اینکه مثلا بعد استعداد خاصی تو این کار داشته باشم، بعد مثلا رشتم این باشه، و اینکه از کجا میتونم شروع کنم این کارو. اگر هدفتون صرفا فقط برای یادگیری یه سری چیزایی که مثلا حالا بخواید دستتون بیاد که کلا خیاطی چیه و چه جوریه و اینا، میتونید از این پیجا و این چنلایی که تو حالا چه تو یوتیوب چه تو اینستا بهتون میان آموزش‌های رایگان میدن تو این زمینه رو امتحان کنید و ببینید اگر دوست داشتید و خوشتون اومد بخواید مثلا ادامه بدین این راهو، حالا میتونید تا سطح‌های پیشرفته تر برین دوره تهیه کنید. و اینکه یه خبر خوبم که من دارم اینه که چون از اونجایی که من کلا مراحل دوخت سوتین من اینطوریه که با الگوهای آماده درست میشه، میتونید این الگوهای آماده رو از من خریداری کنید که الان یه مدلش هستش بهتون نشون میدم اگه اجازه بدین. ببینید الان همین مدل سوتینه که بهتون یاد دادم این مثلا الگوهاش، ببینید خیلی راحت میتونید اینا رو پارچه بندازید و با اون توضیحاتی که من بهتون میدم توی اون حالا دوره‌ای که قراره در آینده بذارم و اینا، اگه ببینم تقاضا داشته باشه اینا رو مثلا بهتون راحت داده میشه و توضیحات اینکه چجوری چاپ بشه و اینا بهتون داده میشه و شما چاپ میکنید راحت روی پارچه میندازید و خب بعد از دوختن و طی کردن اون پروسه خیاطی میتونید اون سوتین که دوست دارید رو داشته باشید. حالا سوال بعدی که برای شما ممکنه پیش بیاد اینه که اصلا متریالایی که برای سوتین هستش اینجا پیدا میشه و چه چیزایی هستش. خب باید بگم که اگه توی شهر خیلی کوچیکی دارین زندگی میکنین شاید سخت پیدا بشه اون متریالی که شما نیاز دارید، ولی خب توی پیجای اینستا اینا میتونید راحت اون متریال مورد نظر خودتون رو پیدا کنید. خب متریالاشو من الان توی جعبه واسهتون آماده کردم آوردم که بهتون نشون بگم چیه. اولین چیزش خب مسلما پارچه است. خب شما باید پارچه، حالا هر نوع پارچه خب که کشی باشه، یعنی مثلا مثل تریکو، بعد پارچه های تور که اینا همه مثلا باز توضیحات خیلی کاملش رو در آینده بهتون میگم، حالا چه در قالب اون دوره آموزشی خودم و چه در قالب ویدیوهای چنلم. پس پارچه‌ای که نیاز برای سوتین پارچه های تریکو و پارچه هایی که کش بیان از یه سمت و یه حالت ضخامت نسبی داشته باشن و خیلی نرم و لطیف باشن که آسیب به پوست نزنن و یه حس خیلی بدی به پوست القا نکنن. وسیله مورد نظر بعدی داشتن یه چرخ خیاطی تو خونتون که حداقل 2 تا دوخت زیگزاگ و ساده رو بدوزید و نخ قیچی پارچه است. بعد از این کشای تزئینیه که کنار سوتین و یا شورتتون دوخته میشه. بعد کش رکابه که حالا هم میتونید آماده تهیه‌اش کنید این کشای رکابو و هم میتونید بخرید و خب خودتون اتصالش بدید و متصل کنید و درست کنید. و ببینید بازم کش نیازه و اینکه سوزن شماره 11 که فقط مخصوص اینجاست فکر کنم، بله سوزن شماره 11 که مخصوص دوخت سوتینایی که حالا کشیان نازک برای پارچه‌هایی که کشیان نازکن و نباید رد سوزن روش بیفته این استفاده میشه. و دیگه این هم از این فولدر که توش چیز میره، اینا فنرهای یو، اجازه بدید، فنرهای یو داخلش میره که برای اون خوش فرم نشون دادن سوتینه و اینا و چیزایی حالا تزئینی دیگه.
تمام چیزایی که نیازه برای دوخته سوتین ایناست. راستی چیز دیگه هم نیازه، بذارین بهتون بگم. از اینا هم نیازه که بهش میگن قزن، که برای بستن همون سوتین و اینا. دیگه در کنارش پارچه و دیگه سوزن تهگرد و نخ همرنگ خود پارچه که معمولا از نخ پلی استر استفاده میکنم و برای پارچه‌ای که کشیه و اینا از تروی رو استفاده میکنم. بعد دیگه حالا شما برای اینکه بخواید یاد بگیرید باید خیلی راجبش فکر کنید، اینکه اصلا ببینید علاقه خاصی دارید، بشینید فکر کنید ببینید که من میتونم مثلا یه تایم یه روزه رو برای دوخت من الان خودم در هر یه روز 2 تا سوتین میدوزم. خب شما باید ببینید که مثلا میتونید تو شروع راه یه دونه سوتین رو تو یه روز یا 2 روز تمومش کنید یا نه. و اینکه و قشنگ بشینید با خودتون 2 تا 4 تا کنید، یادداشت کنید، بنویسید، اصلا علاقه خودتون رو در بیارید. و اگه حس کردید که علاقه دارید به این رشته، میتونید حالا یا از من که قراره در آینده دوره بذارم، البته آموزش‌های من الگو محوره. یعنی چی؟ یعنی اینکه نیاز نیستش که یه عالم محاسبه و اینجور کارا انجام بدید که به الگو برسید، بعد الگو رو بالا برش بزنید که دقیقاً نیستش و انتقال بدین رو پارچه. من خودم این الگوها رو از کلاس‌ها و مستر کلاسایی که تو خارج مثلا تو کلمبیا، توی کانادا و اینجور داستانا برگزار می‌شده به صورت آنلاین شرکت می‌کردم. حالا یه پیش زمینه‌ای هم خودم داشتم از دوره نازک دوزی و لباسیر که حضوری رفتم، بعد اینا رو شرکت کردم و بعدش تونستم تو دوره‌های مجازی ثبت نام کنم که به زبان‌های اسپانیایی و فرانسوی بوده و خیلی هم تو یوتیوب گشتم. اون اولش اینجوری نبوده که اول یه دفعه برم خرید بزنم و بدون هیچ گونه علم و اینا باشه. بعدش هم که دیدم علاقه خیلی زیادی دارم، خرید کردم اون دوره‌ای که می‌خواستم و شروع کردم به دوختن و نتیجهش هم شده همون چیزایی که بهتون نشون دادم دیگه. مثلا این اولیش بوده، اولینش بوده، این اولیش بوده که این اصلا کلا پارچه کشی نیستش. اگه می‌بینید یه خورده مثلا از لحاظ ظاهری همچین چیزه، به خاطر اینه که اصلا کشی نیست، ولی واقعا همینم برای سایز خود من که سایزم 65 اینقدر راحته که اصلا هیچ گونه احساس فشار و اینا ندارم. اینم هستش. و خب اون مدل صورتیه که بهتون نشون دادم دیگه. حالا اگه بخواید در نظر بگیرید که چقدر زمان میبره برای اینکه هر یه دونه سوتین رو بدوزین، میتونم بهتون بگم که اگر قشنگ سر بندازید و نگاه کنید و ویدیوهای آموزشی رو یاد بگیرید، که مثلا اون ویدیوهایی که خودم قراره مثلا دوره‌شو تهیه کنم و درست کنم و در اختیارتون قرار بدم، کل دوره شاید کنم به 4 ساعت هم نرسه، یعنی کل تکنیکاش و اینا. و 4 مدل، 2 مدل شورت و 2 مدل هم سوتینه که به سبک لانژری، یعنی سبک خارجیه. و تو 1-2 روز، تو روزهای اول، تو 1-2 روز اول میتونید یه دونه سوتین رو تمومش کنید. خب و اینطوریه دیگه. همه این متریال و وسایل هم میتونید از خرازی ها تهیه کنید و خیلی هم راحته دیگه. به نظر من اگه میخواین یه منبع درآمد داشته باشین که تو خونه کار کنید و بخواین حالا بدون اون استرس و اون اذیت و زحماتی که بخواید حالا واسه یه کارفرما کار کنید، برای خودتون کار کنید، میتونید شروع کنید این کار رو. و منم قراره در ادامه یه سری ویدیوهایی که خیلی راحت و کاربردیه که میاد مثلا آموزش میدم و اینا برای سوتین، مثلا چند مدل سوتین خیلی خاص و خوشگله رو میام حالا میذارم. اگه دیدین علاقه نشون دادید و حس خیلی خوبی داشتید به دوختن حالا اینا، میتونید بعداً ثبت نام کنید دیگه تو کلاسای من، تو دوره‌های آموزشی من. و بعدش هم دیگه خیلی حرفه‌ای میتونید اون سوتین و لانژری که دوست داشته باشید رو بدوزید و
همین دیگه. توی ویدیو قبلی یادم رفت که خداحافظی کنم به خاطر اینکه میگم تازه چنل یوتیوب رو افتتاح کردم و نمیدونم چه جوریه راه و روشش. برای همین توی این ویدیو ازتون خداحافظی میکنم. اگه سوالی دارید میتونید تو کامنت ها ازم بپرسید. مرسی که سابسکرایب هم میکنید و لایک میکنید. از حمایت همتون ممنونم و خدا نگهدار.